مادونای تاجیک که اسم اصلیش محمد خلوف است بعد 11 سال به صحنه برگشت. وضع کنونی او از آن زمان هنرمندی میجهیده و میپریده فرق میکرد. محمد جان خلوف سال 2005 در یک صدمه اتومبیلی جراحت برداشته از پای روان ماند. این حادثه بالکل تقدیر این هنرمند را تغییر داد. او یک بار از یک زندگی محتشم به آوارگی و تنگدستی گرفتار شد. یک گروه محدودی مخلصان و دوستان اطرافش ماندند. این کنسرت او نیز با تشبث این دوستان برگزار می شود. برای تبابت مادونای تاجیک $7000 لازم است که دوستان نیت دارند از برگزاری یک سلسله کنسرت های او در شهر و نواحی جمهوری جمع بیارند. راستی امید نداشتم به جراحی خود. شهناز جان، زیبا جان، بخمل خواهش کردند که ما دستگیری میکنیم تا اینکه شما باز برای صحنه برای من میخوام کنسرت رو در خوجند در شهر و ناحیه های گوناگون ولایت ختلان نیز و ولایت کوهستانی بدخشان راه اندازی کنیم تا همون مبلغی کافی را جمع آوری کنیم. محمد خلوف 44 ساله حالا در حجره اجاروی یک مخلصش تنها زندگی میکند. وقتی من به این حال دچار شدم، اول عائله‌ام به هیچ سبب و بعداً دوستانم مرا ترک کردند. من بسیار چیزها را از خود کردم، پخت و پز، شستشو، دوختن و دیگر کارها. حتی تورت هم پخته میتوانم. این همه در وضع تنهاییم برایم خیلی منفعت آورد. من به هیچ کس محتاج نمیشوم. این هنرمند معیوب اکثرا داروهایش را نیز با کمک پولی برخی از هواداران هنرش و خیرخواهی داروفروش ها میخرد. زندگی معیوبی او را بر رفتارهای روبرو کرده است که وجود داشتن آن در جامعه تاجیک برای او نگران کننده است. مرا وقتی میبینند در دست از بغل دارم و شاید هنگام نشستن و فرآمدن وقتشان را میگیرم، برایم نقلیات را منع نمیکنند، اما وقتی پول را در دست نشان داده ماشین منع میکنم میایستند. محمد خلوف در گذشته بعد ختم شعبه کارگردانی دانشکده هنرهای زیبایی به نام میرزا ترسونزاده در گروه‌های هجوی حاضر جوابان، غریب شو کمپانیا، تئاتر درامایی روسی به نام پوشکین کار کرده است. او هنر آوازخوانی، هجو نگاری و رقص را بلد است، ولی مخلصانش او را بیشتر چون مادونای تاجیک میشناسند. تخلص من از اون سبب مادونا است که بار نخست برای صحنه من با تقلید و ستاره اروپا و مادونا تقلید کرده بودم و این نقش اولینی که من آفریده بودم در یاد مردم عزیزی من ماند و آنها تا حال من رو همچنین مادونا میشناسند. محمد و یا مادونای تاجیک میگوید هرچند طول این سالها در صحنه نبود ولی به قول خودش شکسته باشد هم نریخته است. وی نیت دارد بعد دوباره برقرار شدن پایهایش گروهی هنری را با شمول نفران امکاناتشان محدود که صاحب استعداد هستند تأسیس داده و توجه را به این قشر اهالی بیشتر کند.